نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره زمر بعد از سوره صاد هست و اولا مناسبت این سوره با سوره مبارکه صاد. در سوره صاد شما خواندید که در دربار الله عزوجل هیچ کسی به عنوان شفیع که شفیع غالب باشد وجود ندارد و اونهایی که شما به عنوان شفیع میخوانید، مثلا پیامبران خواندیم در سوره صاد پیامبران به چه بلاهایی گرفتار شدند، به چه مشکلاتی گرفتار شدند، چه مصیبتهایی بر اونها آمد. اینجا بحث ابراهیم را خواندیم، زکریا را خواندیم، ایوب را خواندیم. ابراهیم برای فرزند نیازمند خدا بود، ما به ابراهیم مژده فرزند دادیم. ابراهیم علیه السلام تو آتش انداختنش، ما او را نجات دادیم. ایوب علیه السلام چه سختی هایی تحمل کرد. زکریا از خدا چی خواست؟ لذا همه انبیا، از سیرت انبیا انسان باید به توحید برسد که همه اینها در هنگام مصائب، در هنگام مشکلات خدای عزوجل را میخواندند و به انواع تکالیف، ابتلاعات جسمی، مالی و غیره اونها مبتلا بودند. حال در سوره مبارکه زمر میخوانیم که کسانی که غیر خدا را شفیع غالب میدانند اونها در روز قیامت به زمر مختلف تقسیم میشوند. کسانی که میدانند و نمیدانند. اونایی که نمیدانند یعنی سیق الذین اتقوا ربهم اتقوا عن الشرك اتقوا عن الكفر، اونها زمر میشن، گروه بندی میشن به سوی بهشت. اما وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا. پس میخوانیم در این سوره که آنها به زمر و به گروه های مختلفی تقسیم میشوند. اهل توحید به بهشت میروند، اهل کفر و اهل شرک به جهنم میروند. پس زمر به این معنی گروه های مختلف را الله در این سوره ذکر میفرماید. اما ابتدای سوره تمهید مع ترغیب است. درباره خود قرآن مجید الله تعالی ترغیب بیان میفرماید و دلیل وحی. بعد از اون دلایل عقلی. در این سوره بیشتر دلایل عقلیه هستند، دلایلی که قبلا شما خواندید بر اثبات توحید. الله میفرماید تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. تنزیل به معنی نزول تدریجی، کم کم نازل شدن، آهسته آهسته نازل شدن. کم کم نزول قرآن مجید از جانب اللهی هست، بیان منزل از جانب آن ذاتی است که الله است، العزیز غالب است، هر کاری میتونه بکنه. اما الحکیم اون کارهاش را با حکمت انجام میده، چون غالب است فوراً دشمنانش را نابود بکنه. نه، الله عزوجل هر کاریش مملو از حکمت است. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. این دلیل وحی است. همانا ما فرستادیم، فرو فرستادیم کتاب را به سوی تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، به حق فرستادیم، یعنی با صداقت فرستادیم، با راستی فرستادیم.
خلاصه کتاب چیه؟ ببین موضوع سوره هم همینه، فاعبد الله مخلصا له الدین، ای فاعبد الله مخلصا له العباده. قبلا گفتم که عبادت 4 معنا دارد. عبادت یکی از معانیش به معنی، ببخشید دین 4 معنا دارد، یکی از 4 معناش به معنی عبادت است. دین اینجا به معنی عبادت. فاعبد الله مخلصا له الدین ای له العباده، خدا را طوری عبادت کن که خالصتا عبادتت برای خدا باشد، نه برای غیر خدا، که غیر خدا را هم کرنش کنی، هم فریاد بزنی، هم برش نظر و نیاز کنی، نه. فاعبد الله، این خلاصه و این دلیل وحی هست. پس عبادت کن الله را مخلصا خالصتا له، برای الله، الدین یعنی العباده. الا لله الدین الخالص، آگاه باش، خبردار، فقط و فقط برای الله است عبادت خالص. عبادت خالصتا باید برای الله باشه، در عبادت نباید کسی را شریک خدا قرار داد. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، حال زجر و توبیخ بر کسانی که غیر الله را عبادت می کردند. وقتی که به مشرکین گفته میشه شما چرا اینها را عبادت میکنید، مگه اینا مخلوق خدا نیستند، اینا آفریده خدا نیستند؟ میگفته اینها ما را به خدا نزدیک میکنه، اینا وسیله هستند، اینا واسطه هستند، ما را به قرب خدا میرسانند. چیزی که امروز هم خیلی ها میگند که ما اینا را مقصودا عبادت نمی کنیم، مستقلا عبادت نمی کنیم، اینا سبب قرب ما به خدا میشن. و گاهی در گذشته هم عرض کردم، گاهی مثال هم بیان میکنند، الله عزوجل را علیاذ بالله قیاس میکنند به یک پادشاه در دنیا، که انسان به پادشاه نمیتونه برسه مگر با واسطه، مگر با رابطه، به وسیله زیردستان پادشاه، به وسیله ملأ، درباریان، وزرا، رؤسا. لذا ما اونها را وسیله قرار میدیم تا به پادشاه برسیم. فلا تضربوا لله الامثال، برای خدا مثال بیان نکنید. خدای عزوجل با پادشاهان فرق میکنه. پادشاه از خود خبر نداره، الله میگه نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از شاهرگ به تو نزدیک تریم، تو هر چی میگی ما میشنویم. و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشی خدا با تو هست. یعنی خدا نسبت به تو علم داره، خدا از درونت هم خبر داره، از ظاهرت هم خبر داره. پس خدا را با یک رئیس جمهور، با یک پادشاه علیاذ بالله مقایسه نکنید، با یک رئیس اداره مقایسه نکنید. لذا اونها همین میگفتن. الله می فرماید زجر و توبیخ بر مشرکان. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کسانی که غیر از الله دیگران را حامی خودشان گرفتند. ولی به من حامی، ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. کسانی که غیر از الله دیگران را حامی و ناصر گرفتند. و چی می گفتند؟ چه توجیهی داشتند؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، می گفتند ما اینها را پرستش نمی کنیم، ما اینها را فریاد نمی زنیم، ما از اینها استمداد نمی کنیم مگر ما را نزدیک کنم به الله. زلفا، نزدیک کردنی. زلفا مفعول مطلق برای یقربونا من غیر لفظی هست، معنیش یکی هست. الله می فرما با این بهانه میری از غیر خدا استمداد میکنی، غیر الله را سجده میکنی، برای غیر الله نظر و نیاز میکنی. ان الله یحکم بینهم، این نتیجه اخروی هست. الله داوری میکند بین اینها عملا فیما هم فیه یختلفون، در آنچه که اینا اختلاف دارند، در مسائل اعتقادی که با اهل توحید اختلاف دارند، الله روز قیامت داوری میکند. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، همانا الله راهنمایی نمی کند، توفیق هدایت نمی دهد کسی را که کاذب باشد، دروغگو باشد، قولا کفار، ناسپاس باشه، اعتقادا همه چیز را خدا بهش داده، او از غیر خدا استمداد می کند. از این ناشاکری بزرگتر؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم،
الذی خلقک فسواک. رب کریمی که این همه احسان بهت داده، چه چیزی تو را فریب داد که به در غیر رب میری؟ لذا الله می فرماید ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. الله هدایت نمی فرماید اون انسانی که دروغگو باشد. دروغ میگویم به سوی الله بعضی چیزها را نسبت میدهند. خدا به ما گفته، خدا اینو تعیین کرده، خدا چنین فرموده. کفار کسانی که ناسپاسند. ناسپاسی همینه که خالق الله است ولی از غیر خدا را عبادت میکنه، در مقابل غیر خدا تواضع میکنه. این ناسپاسی است. لو اراد الله، بازم زجر و سرزنش بر اون اعتقاد خرافی که میگفتن خدای عزوجل برای خودش فرزند انتخاب کرد. الله میفرماید لو اراد الله ان یتخذ ولدا، اگر خدا میخواست برای خودش فرزند انتخاب بکنند. ببینید اینجا اتخاذ آمده، گرفتن فرزند. پس این فرزند گرفتن به معنی تبنی هست، یعنی پسرخواندگی. خدا اگر بخواد کسی را پسرخوانده خودش قرار بده، پسرخواندگی به معنی نیابت است، یعنی کسی را بخواد نائب خود قرار بده. لاصطفی مما یخلق ما یشاء. خدای عزوجل انتخاب میکرد از مخلوقش هر کسی را که میخواست و بعد به شما هم اعلام میکرد. اما چنین چیزی نیست. سبحانه، اون ذات پاک است، منزه است، مطهر است از اینکه کسی را به عنوان نائب، به عنوان معین، به عنوان مشیر، به عنوان فرزند و پسرخوانده انتخاب بکنند. هو الله الواحد القهار. الله آن ذاتی است که الواحد یگانه است، القهار بر هر موضوعی غالب است، مسلط است. حال ببینید دلائل عقلیه را. ببین در تمام این تصرفاتی که ما میخوانیم خدای عزوجل واحد است، شریک ندارد، کسی در کنار خدا نبوده. در پیدایش آسمان ها، زمین، بقیه مخلوقات. وقتی که در خلق تنها است، چرا در الوهیت تنها نیست؟ در معبودیت چرا کسی دیگر را در کنارش عبادت میکنید؟ چرا برای کسی دیگر در کنار خدا هم نظر و نیاز میدهید؟ الله میفرماید خلق السماوات والارض بالحق. الله آسمان ها را، زمین را به حق آفرید. بالحق اظهار الحق، حق را نشان بده که فقط منم. یکور اللیل علی النهار، می پیچاند شب را بر روز. و یکور النهار علی اللیل، می پیچاند نهار را بر شب. چطور می پیچاند؟ یکور از کور هست، کور پیچ را میگن. کور عمامه شنیدین نه؟ کور عمامه، این پیچ عمامه را میگند. می پیچاند به این معنی که الان مثلا روز هست، شب را می پیچه، می بینیم از تمام اطراف شب میاد دوروبر روز چی میشه؟ بر او را احاطه میکنه، بر او مسلط میشه. روز میره، از بین میره، شب میشه، همه جا را تاریکی فرا میگیره. باز شب هست، همه جا تاریکه، روز میاد او را میپیچاند، یعنی از هر طرف، از اطراف و اکناف روشنی میآید. معنیش اینه که قبلا هم این آیه را با تعبیرات دیگه شما خواندید که شب را میبره روز میاره، روز را میبره شب میاره. خود تو این هزاران حکمت است، هزاران منافع برای شماست که بعضی را هم بحث کردیم. الله می فرماید وسخر الشمس والقمر، علاوه از این مسخر و تابع قرار داد برای شما خورشید و ماه را. کل یجری لاجل مسمى، هر یک از اینها جاری هست، یعنی انجام وظیفه می کند. لاجل مسمى، برای مدت معین. اون مدت معین کی هست؟ قیامت است. وقتی که قیامت برپا بشه دیگه خورشید جمع میشه. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت، همه اینها ماموریتشون تمام میشه، هر یکی جمع میشه. اونجا شمس هم پیچونده میشه، مثل همون کوری عمامه کورت، دیگه بساطش برچیده میشه، کارش تعطیل میشه. الله می فرماید
الا هو العزیز الغفار. الا معنیش اینه آگاه باش، متنبه باش ای مخاطب، اون ذات عزیز است. عزیز به معنی غالب، این ترهیب است. هر کاری میتونه بکنه، شما را به اشد مجازات میتونه گرفتار بکنه، اما الغفار این ترغیب است، اون خیلی بخشنده. پس بیار به سوی او رجوع کن، بیا و با خدا کسی را شریک نگردان. خلقکم من نفس واحده، آنچه که شما خواندید دلیل عقلی بود، آفاقی، اما این دلیل انفسی است، یعنی دلیل از وجود خود شما، از درون شما. شما را الله آفرید از نفس واحده، یعنی از آدم. ثم جعل منها زوجها، سپس قرار داد از آن زوجش را. به چه معنی از آن زوجش را؟ به اون معنی قبلا هم خواندیم، شبیه این آیه را چندین بار. به اون معنی که از دنده چپ حضرت آدم متولد شد، چنانچه در روایت آمده، به اون معنی نیست. جعل منها زوجها ای من جنسها زوجها، منها ای من جنسها، یعنی خدای عزوجل لطف کرد به شما، به آدم، از جنس خودش همسری، جفتی برایش قرار داد. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، خواندید در سوره روم. والله جعل لكم من انفسكم، یعنی از خودتون، از جنس خودتون. یعنی به شما دستور نداد ای انسان ها برای نیاز جنستون برید با جنات ازدواج کنید، با حیوانات ازدواج کنید، با قشر دیگه ازدواج کنید، نه، بلکه از جنس خود شما همسری برای شما الله خلق کرد. و انزل لكم من الانعام 8 ازواج، و الله عزوجل انزل به معنی خلق هست، اینجا آفرید برای شما از 4 پایان 8 نوع. 8 نوع که شما در سوره انعام خواندید، نه؟ 8 ازواج، من الضأن 2 و من المعز 2. 2 تا گوسفند سفید، یکی نرش یکی مادش. و من المعز 2 بز به اصطلاح معز، 2 تا اون نر ماده، این شدن 4 تا. و من الابل 2 و من البقر 2، شتر هم 2 تا نر و ماده، گاو هم 2 تا، این 4 تا این و 4 اون میشه 8 تا. پس الله برای خوردن شما، یعنی حیوانات حلال گوشت، الله آفرید برای شما از 4 پایان 8 نوع. یخلقکم فی بطون امهاتکم، شما را الله عزوجل می آفریند در شکم مادرانتان. خلق من بعد خلق، خلق بعد از خلق. خلق بعد از خلق شما قبلا خواندید، یعنی نطفه، ثم من مضغه، ثم من علقه، ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه، مراحل مختلفی که انسان داره به تکمیل میرسه. یک جنین اول نطفه هست، بعدا لخت خونی هست، بعدا تک گوشتی هست، الی آخره که آخر استخوان میگیره، پوست میاد بر او، الله عزوجل روح بهش میده. همه اینا فی ظلمات 3، در 3 تا تاریکی. فی ظلمات 3، 3 تا تاریکی شما را الله عزوجل در چه شرایطی خلق میکند. 3 تا تاریکی، یک تاریکی شکم مادر است، یکی رحم مادر است، یکی شکیمه هست. شکیمه میگویند به اصطلاح محلی ما میگن بچه دان، اون غیر از رحم است. یک توری که بچه توش هست، اون شکیمه پاره میشه، به اصطلاح بچه میاد بیرون و بعد میفته اون. پس ببینید 3 تا پرده هستن. اول شکیمه هست که در عربی شکیمه میگن، ما بچه دان میگیم. بعد از اون رحم است و بعد از اون چیه؟ شکم. پس 3 تا تاریکی هستند. فی ظلمات 3، ذالکم الله ربکم، این که شما را این گونه آفرید در این همه پرده ها، در این همه سیستم پیچیده. ذالکم الله ربکم، این الله است که شما را آفرید. له الملک، فقط و فقط مال اوست پادشاهی، یعنی تصرفات، قدرت مال اوست، از آن اوست. لا اله الا هو، از این دلائل قدرت به این نتیجه رسیدیم هیچ معبود غیر او نیست که لایق پرستش، لایق عبادت.
فانا تصرفون، به کدام سمت و سو برگردانده میشوند بعد از این دلایل؟ یعنی به کدوم سمت به انحراف کشیده میشن؟ این همه دلایل واضح بیان میکنه که این قدرت ها مال خدای لایزال هستند. وقتی که قدرت مال خداست، پس بقیه اوصاف مثل عبادت، فریاد، استمداد، استغاثه، استعانه هم باید از خدا باشه، نباید از غیر خدا باشه. بازم الله میفرماید ای بندگان، اگر شما با وجود این اگر کفر کنید، شرک کنید، خدای عزوجل نیازی نداره. ان تکفروا فان الله غنی عنکم. تخویف اخروی هم هست. اگر شما کفر کنید جزایش و جوابش فان الله غنی عنکم نیست. جزایش این علت جزاست. ان تکفروا فلا ضیر فلا ضرر. اگر شما با خدا نسبت به خدا کفر کنید هیچ ضرری نمیکنید، هیچ ضرری برای الله نیست. چرا؟ چون فان الله، این علت اون جزای مقدر است. خداوند از شما بی نیازه، خدا نیازی به عبادت شما نداره. البته این هست که ولا یرضى لعباده الکفر، برای بندگانش کفر را نمی پسندد. اشاره به این است که الله دوست داره شما کفر نکنید، شما شرک نکنید. اما و ان تشکروا یرضه لکم، اگر شما شاکر و سپاسگزار باشید، موحد باشید، فقط خدا را فریاد بزنید، فقط خدا را عبادت کنید، الله میپسندد، راضی میشه برای شما، یعنی این را دوست میدارد. ولا تزر وازرة وزر اخرى، و هم هر کسی بار خودش را خودش برمیداره. وزر بار گناه را میگن، حمل نمی کند حمل کننده گناه بار گناه دیگری را. ثم الى ربكم مرجعكم، سپس بازگشت شما به سوی ربتان هست. فینبئکم بما کنتم تعملون، خداوند شما را به اعمالتون خبر میده. شما چی میکردید تو دنیا؟ آیا شرک و کفر یا ایمان و توحید؟ انه علیم بذات الصدور، علم الله هم کامل است، حتی اسرار سینه های شما را هم میداند. و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الیه، الله عزوجل سرزنش میفرماید انسان مشرک را. الانسان مفسرین گفتن الف لام عهدی هست، ای المشرک. انسان مشرک چنین هست که هرگاه بهش آسیبی میرسه، بهش با مشکلی مواجه میشه، فقط خدا را فریاد میزنه و غیر از خدا کسی را فریاد نمیزنه. خدا وقتی مصیبتش را دور میکنه دوباره با خدا شریک میگیره. عنایت داشته باشید. و اذا مس الانسان، انسان بنویسید المشرک، چون از سیاق آیه هم همین معلوم میشه مراد از این انسان مطلق انسان نیست، ماها نیستیم. الله میفرماید هرگاه به انسان برسد ضر، این تنوین للتعظیم، ای ضر عظیم، مصیبت بزرگی. دعا ربه منیبا، این عود للفطره هست، هر انسان فطرتا موحد است. دعا ربه منیبا الیه، فریاد میزند ربش را در حالی که انابت کننده به سوی الله است، رجوع کننده به سوی الله است. مثل داستان اکرمه فرزند ابو جهل که تو دریا بود، اونجا دیدن فقط خدا را صدا میزنند، میگن ببین اینجا خدایان کاری نمیتونن بکنند. ثم اذا خوله نعمتا منه، الله میفرماید سپس زمانی که عطا میکند اون انسان را الله نعمتی از جانب خودش، مثلا امنیت بهش میده، آسایش میده، خطر رفع میشه، میاد به شهر خودش. نسی ما کان یدعو الیه من قبل، الله میفرماید فراموش کرد این بدبخت آنچه را که قبلا میخواند، یعنی خدا را فراموش میکند. اینکه خدا فقط کمکش کرد،
این را فراموش میکند و جعل لله اندادا، برای خدا شریک قرار میدهد. الان دیگران را هم در کنار خدا استمداد میکند، فریاد میزند. اونجا معتقد بود اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، اونجا معتقد بود غیر از خدا هیچ که نیست. اما اینجا نه، جعل لله اندادا، برای خدا شریک قرار میده. لیضل عن سبیل، تا از راه خدا گمراه بشه. الله عزوجل تخویف بیان میفرماید برای این انسان: ای انسان قل تمتع بکفرک قلیلا، اندکی با این کفرت، با این شرکت تو دنیا زندگی کن، بهره بگیر از زندگی دنیا. انک من اصحاب النار، همان تو از اصحاب النار هستی. تویی که وقتی که مشکل داری فقط خدا، و وقتی که در آسایش و در راحتی هم خدا، یعنی هم خدا و هم غیر خدا. دیگران را هم استمداد میکنی، از اونها استغاثه میکنی. الله میفرماید که عاقبتا تو از اصحاب النار هستی. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما، الله عزوجل بشارت بیان میفرماید در مقابل این مشرک، بشارت برای مؤمن، برای موحد، برای اونی که فقط خدا را سجده میکنند، برای اونی که بغیر از خدا از کسی استمداد نمی کند. و همچنین یه مقایسه ای هست بین این دو گروه، بین خوبان و بدان، بین عابدین و غیر عابدین، بین مشرکین و غیر موحدین. الله می فرماید امن هو قانت آناء اللیل، آیا اون انسانی که در پاسهای شب، در اوقات شب تابع خداست، تابع دستور خداست، مثلا چیکار میکنه؟ ساجدا و قائما، سجده کننده و قیام کننده، این است تابعیت خدا. در لحظات مختلف شب یا سجده یا قیام، این حالت قالب است. این حالت چیه؟ قالب یعنی ظاهرش. الان حالت قلبش را ببین: یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه، حالت قلبش از آخرت می ترسد، یعنی از عذاب آخرت بیم دارد، حذر دارد. و یرجو رحمت ربه، رحمت پروردگار را امیدوار است. الایمان بین الخوف و الرجاء، ایمان بین این دوتا دایر است. هم از خدا خیلی بترس، چنان خوف باشد که بگو اگر خدای نکرده به ناس یک نفر گرفتار بشه شاید من باشم، اعمالم چنان بده، لذا بترسه. و خیلی هم امیدوار باش، بگه اگر بنا باشه که یکی نجات بیابه شاید من باشم، امیدوار باشم. لذا الله می فرماید یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه، از آخرت می ترسد و رحمت رب را امیدوار است. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ببین عالمان اینا هستند. در درس یکی دو روز پیش تاکید کردم که عالم اون مستشرق نیست که تو اروپا نشسته علوم قرآن و سنت بلده. دانشمند اون کسی نیست که تو دانشگاه مدرک گرفته، تو حوزه علمی سند گرفته. عالم واقعی عامل است. الله می فرماید اونی که در لحظات شب یا قیام یا سجده و حالت قلبیش هم از الله می ترسد، هم به رحمتهای الهی امیدوار است. قل هل یستوی الذین یعلمون، اینا هست یعلمون، آیا اینها برابرند؟ والذین لا یعلمون، اونهایی که نمیدانند، یعنی اونهایی که این اعمال را ندارن برابرند. انما یتذکر اولو الالباب، جزی نیست که عقلمندان پند و اندرز حاصل میکنن. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم. الله عزوجل بعد از این اوصاف بشارت میده، اما بشارت توأم با ترغیب است. یعنی مژده باد تو را ای بنده خدا،
اما این کارها را هم انجام بده. ترغیب هم از ضمن بشارت. قل ای قل یا محمد لعبادی، تفسیر قرطبی گفته به بندگان من بگو یا عبادی. این شرافت است، شرف بندگان. خدا به سوی خودش نسبت بده ای بندگان من. واقعا افتخار بزرگه خدا به ما بگه بندگان من. قل یا عبادی الذین آمنوا، ای بندگان من، آن بندگانی که ایمان آوردند، اتقوا ربکم، از ربتان پروا داشته باشید، از رب بترسید، از گناهان، از معاصی، از شرک، کفر. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، این نتیجه تقواست. همانا برای آنانی که احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، در این دنیا اخلاص دارند. احسنوا مل احسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان اینه که گویا خدا را میبینی و عبادت میکنی. پس این میشه اخلاص. کسانی که اخلاص دارند در این دنیا، برای آنها چی است؟ حسنه هست، نیکی هست. جای ما خواندیم حسنه یا حسنه به معنی بهشت. للذین احسنوا الحسنى و زیادة ای لقاء الرب. و ارض الله واسعه، اشاره به مبحث هجرت است. یعنی اگر برایت مشکله، مانع عبادتت هستند، مزاحم عبادت هستند، زمین خدا تنگ نیست، فراخ. پس برو به سوی سرزمین های دیگر. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اینجا تلقین صبر در هجرت است. جزی نیست که به صورت کامل دریافت میکنند صابران پاداششون را بدون حساب، شمارشی نیست، چنان خدا بهشون میده بدون شمارش. این صابرین چه کسانی هستند؟ کسانی که ببین در ترک وطن و هجرت برایشون مصیبت پیش میاد، نه اون که عرض کنم پدرش مرده، برادرش مرده، گریه میکند. مراد از صابرین کسانی که در راه احکام الهی از خود صبر و شکیبایی نشان میدن. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. ای پیامبر اعلام کن انی امرت ان اعبد الله، من دستور داده شدم از جانب الله اینکه عبادت کنم خدا را مخلصا له الدین. این بازم بار دوم موضوع سوره اعاده شد. مخلصا له الدین ای مخلصا له العباده، به من دستور رسیده که عبادتم را خالصتا برای ربم انجام بدم، کسی را در عبادت او شریک نکنم. ببین مفهوم عبادت چیه؟ ما عبادت جانی داریم، مالی داریم، زبانی داریم. زبانی که ورد بکنه ربش را، فقط به ذکر به زبان بیاورد. بعضی ها متاسفانه امروز میرم به طرف خرافاتی که بعضی از انواع عبادت های زبانی را، مثلا بعضی میگند که در باب تصوف میگند که ورد نام پیر چه خیراتی و چه برکاتی برای انسان داره. به جای ذکر خدا اون پیری، اون مرشدی که داره اون را ورد میکنه، اون را ذکر میکنه. این عبادت زبانی هست. تو کتاب ها هست که میگه چند بار نامش را بگیری، بگی فلان فلان خیر و برکت بهت میرسه. یا اینکه عبادت مالی، فقط باید برای خدا گوسفندت را بکشی، برای خدا شربتت را تقسیم بکن، برای خدا حلوا بده، نخود و کشمش بده، آش میده، هر چی میده بده. اگر این را برای خوشنودی و رضای غیر خدا بدی، میشه عبادت مالی غیر الله.
الله انتظار داره این عبادت ها مال او باشه. سوم عبادت جانی، سجده کردن هست، رکوع کردن هست، طواف کردن هست، دعا و فریاد هست. اینا عبادات جانی هستند، اینا باید همه برای خدا باشد. لذا الله می فرماید قل انی امرت ان اعبد الله، به من دستور رسیده که من الله را عبادت کنم مخلصا له الدین، خالصتا له الدین ای له العباده، و امرت لان اکون اول المسلمین، و دستور صادر شده برای من اینکه باشم اولین مسلمان در این امت. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من می ترسم اگر من نافرمانی ربم را بکنم از عذاب روز بس بزرگ، یعنی روز قیامت من می ترسم. قل الله اعبد، بار چندم تکرار میشه، همون یک موضوع، این معنادار است، این رب که تأکید میکنه. قل الله اعبد، بگو الله را فقط من عبادت میکنم. شما این را خواندید در نحو که مفعول را وقتی مقدم بکنی از فعل از عاملش فایده چی میده؟ حصر. قل الله اعبد، به خاطر همین فایده حصر ما ترجمه میکنیم فقط الله را عبادت میکنم. این کلمه فقط همون حصره. قل الله اعبد، فقط الله را عبادت میکنم مخلصا له دینی، خالصتا برای الله هست عبادت من. دینی ای عبادتی. الله می فرماید شما مشرکان هر چی عبادت میکنید به ای پیغمبر اعلام بکن، هر چی عبادت میکنید بکنید. فعبدوا ما شئتم من دونه، شما عبادت کنید آنچه که میخواهید غیر از الله، غیر از الله هر چی میکنید بکنید، من فقط خدا را. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. این تخویف اخروی است، یعنی اگر هر چی عبادت میکنید بکنید ولی قیامتتون سیاهه، قیامتتون خطرناکه. بگو همانا خاسرین، انسانهای زیانکار. اصل خاسر اون نیست که ورشکست میکنه 1 میلیاردش از بین میره، بلکه اون هست خاسر اصلی، ورشکست اصلی. الذين خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، آنهایی که خودشان را و اهل و عیالشان را در خساره و در زیان قرار دادند، یعنی بجای عبادت الله با خدا شریک گرفتند، بجای عبادت الله غیر الله را عبادت کردند. الا ذلك هو الخسران المبین، آگاه باش، خبردار، مطلع باش که این خسران مبین است، این خساره آشکار و روشن است. لهم من فوقهم ظلل من النار، این بیان کیفیت خساره است. چه خساره ای؟ الله می فرماید برای این انسان ها از بالای سر ظلل من النار، سایه های از آتش است، یعنی آتش بر اونها سایه افکنده. و من تحتهم ظلل، و همچنین از زیرشان سایه چی است؟ سایه هست به معنی آتش، یعنی از هر طرف در محاصره آتش قرار دارند. ذالک یعنی این عذاب، این عذابی که ذکر شد، یخوف الله به عباده، الله شما را می ترساند از آن، الله می ترساند از آن عذاب عبادش را، بندگانش را. این عذابی که ذکر شد الله بندگانش را از این عذاب می ترساند. یا عباد فاتقون، ای بندگان من فقط و فقط از من بترسید. سبحان الله، انسان تو این آیات خیرخواهی، ناصح بودن را می بیند. چقدر الله عزوجل خیرخواه بندگانش هست و ناصح هست، با چه کلمات مهربانی محبت آمیز ما را راهنمایی میکنه. ای بندگان از من بترسید، عبادت غیر نکنید، شرک نکنید. یا عباد فاتقون، حال اونهایی که غیر خدا را عبادت میکنند بیان اونها و تکلیف اونها. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، بیان موحدین است، ببخشید. والذین اجتنبوا الطاغوت، مجده هست آنانی که از طاغوت اجتناب میکنند.
طاغوت را بنده قبلا در مقدمه در مسئله اله 9 تا معنا برش بیان کردم. حضرت استاد جاجروی رحمه الله بیان فرموده بود، اون 9 تا معنا را من بیان کردم. مثلا طاغوت به معنی بت هم میاد، صنم. طاغوت به معنی شیطان هم میاد. طاغوت به معنی اون ملای مثل کعب ابن اشرف که انسانها را گمراه میکند و راه بجای راه توحید راه شرک را نشان میده، به اون معنی هم میاد. طاغوت به معنی اون پادشاه ظالم و پادشاه جابر و جور که بجای اینکه مردم را به سوی خدا و عبادت خدا فرا بخوانند میگه انا ربکم الاعلی، میگه دستور من، حکم من، هر چه من میگم. به اون معنی هم میاد. و طاغوت بهترین و جامعترین معناش که شامل همه اینها میشه کل ما عبد من دون الله، هر چیزی که بغیر از الله پرستش بشه، بغیر از الله تعظیم بشه، چه پادشاهی باشد، چه نماد شرکی باشد، بتی باشد، سنگی باشد، صلیب باشد، اینا همه که نمادهای شرک هستند، اینا همه طاغوتن. چه ملایی باشد که بگه منو پرستش بکنید، یا در مقابل حکم خدا حکم من. الله می فرماید آنانی که از طاغوت اجتناب می کنند، از چیش اجتناب می کنند؟ ان یعبدوها، این بدل اجتماله، اجتناب می کنند از این که او را عبادت کنند. و انابو الی الله، و انابت رجوع دارن به سوی الله. لهم البشرا، برای این بندگان مژده بادا، برای اینها مژده، برای اینها خوشخبری. کدوم بندگان؟ خب لهم البشرا مژده کی هست؟ مفسرین در اوقات مختلفی را ذکر کردن. مژده به وقت موت، وقتی که بمیرند فرشتگان رحمت را میبینند، مژده را دریافت میکنند. با چه لطفی، با چه اخلاق نیکی روحش را قبض میکنند و با او چگونه خوب برخورد میکنند. این قول اول. قول دوم مژده در قبر، وقتی که در قبر میبینن سبحان الله این توحید چقدر برای من مفید شد. در قبر لین و رفقت فرشتگان را میبینن. 3 میدان حشر، به وقت میدان محشر اونجا میبینن. به هر حال فبشر عبادی الذین یستمعون القول، ای پیامبر مژده بده بندگان من را، آن بندگانی که یستمعون القول، سخن را میشنوند، اما فیتبعون احسنه، زیباترینش را پیروی میکنند. مثلا در میان شرک و توحید را دنبال میکنند، در میان تقوا و معصیت تقوا را دنبال میکنند، احسن را دنبال میکنند. اولئک الذین هداهم الله، اینها کسانی هستند، این نتیجه دنیویه، الله اینها را هدایت کرده. و اولئک هم اولو الالباب، اینها عقلمندان هستند. افمن حق علیه کلمت العذاب، تخویف اخروی است. الله می فرماید اون انسانی که بر او کلمه عذاب ثابت شده، یعنی ثبت شده، نوشته شده، فیصله شده، آیا اون انسان، جوابش مقدره، کمن هو لیس کذالک، آیا اون انسان مثل اون انسانی است که چنین نیست؟ اینا با هم برابرند؟ هرگز برابر نیستن. افانت تنقذ من فی النار، آیا میتونی نجات بدی اونی که تو آتش است؟ این کیه؟ همونی که حق علیه کلمت العذاب. تو حتی تو هم نمیتونی او را نجات بدهی. لکن الذین اتقوا ربهم، از اینجا بشارت است، بشارت برای اهل تقوا. اتقوا عن الشرک، بزرگترین تقوا دوری از شرکه، بعدا دوری از معاصی دیگر. لکن الذین اتقوا، اما کسانی که از شرک دوری می کنند، آنانی که از معصیت دوری می کنند، لهم غرف من فوقها، برای آنها بالاخانه هایی است
اتاقهایی هست من فوقها غرف مبنیه، یعنی چنان ساختمانهای، چنان کاخهای، چنان اتاقهایی که بالایشون دیگه اتاق است، مبنیه بنا شده، یعنی چند طبقه، معنیش اینه. لهم غرف مبنیه، بالایشان غرف بنا شده است. تجری من تحتها الانهار، از زیر درختان و از زیر کاخهایشان نهرها جاری است. وعد الله، یعنی وعد الله وعدا، معنیش اینه الله وعده کرده با شما، این وعده الله است. و بدانید که لا یخلف الله المیعاد، الله خلف وعده نمی فرماید. اون چه که وعده کرده وعده محقق میشه، به شرطی که شما صبری داشته باشید. بالاخره اینها همه دعوت بود و مدعای اصلی بود از اول سوره. بعد از دلیل عقلی، از اول سوره بار بار تکرار با تعبیرهای مختلف، با کلمات مختلف که فقط خدا را عبادت کنید، غیر از خدا را عبادت نکنید. حال بشنو دلیلش را، این دلیل دومی است بر اثبات توحید عقلیه. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، آیا نمی بینی که الله از آسمان آب نازل فرموده، فسلکه ینابیع فی الارض، برده الله چشمهایی در زمین، یعنی جاری کرده در زمین به وسیله همین آب باران چشمها جاری میشه. شما مشاهده فرمود گاهی باران که زیاد میاد آخر چشمها هم زیاد میشه. ثم یخرج به زرعا، سپس به وسیله همین آب الله کشتی زراعتی را بیرون می کند، مختلفا الوانه، که رنگهایشون متفاوت و مختلف. ثم یهیج، سپس کامل میشه، یعنی همین زرع به اصطلاح پخته میشه، کامل میشه. فتراه مصفرا، او را چی میبینی؟ زرد رنگ. وقتی که کامل بشه، برسه، زرد میشه دیگه، چه گندم باشه چه جو باشه. ثم یجعله حطاما، بعدا الله اون را ریزه ریزه تکه تکه میکنه. منظور اینه که درو میشه، کوبیده میشه، آشغال میمانه دیگه، چیزی نمیمانه. ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، در همه این مراحل از ابتدا تا انتها آخر چی میشه؟ این تبدیل به غذایی، به خوراکی بسیار خوب برای انسان میشه. پند و اندرز هست برای عقلمندان که اگر بخواهند به نتایج خوب برسند. افمن شرح الله صدره للاسلام، خداوند عزوجل گاهی مقایسه می کند توحید و شرک را در مقابل هم قرار میده، گاهی افراد را، مؤمن و کافر را، موحد و مشرک را. الله می فرماید افمن شرح الله صدره للاسلام، آیا اون انسانی که خداوند عزوجل سینهش را برای اسلام باز کرده، شرح صدر نصیبش کرده، یعنی اسلام را درک میکنه، اسلام را میفهمد. خب این استفهام بود، جوابش اینجا ذکر نیست. شیخ رحمه الله میفرماید کمن هو لیس کذالک، افمن شرح الله صدره للاسلام کمن هو لیس کذالک. تفسیر معلم گفته افمن شرح الله صدره للاسلام کمن لم یشرح صدره. تفسیر خازن گفته یعنی هر چی شما مقدر میکنید معنا جور در بیاد. کمن طبع الله علی قلبه فلم یهتدی، این کسی که خدا سینه اش را شرح صدر فرموده، مثل اون کسی آیا هست مثل که خدا به اون مهر زده که هیچ وقت بر هدایت نیست. جامع البیان میگه کمن اقصى الله قلبه، مثل قسی القلب، اینا هرگز با هم یکی نیستن. فهو على نور من ربه، این شخص بر نور هدایت است از جانب ربش. فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله، جامع البیان از این کلمه کمن اقصى الله فرموده. ویل، هلاکت برای اون دومی، اون انسانی که خداوند قلبش را قسی قرار داده. للقاسیة قلوبهم من ذکر الله، قساوت قلب از چی داره؟ از قرآن. ذکر الله یعنی قرآن، یعنی قرآن را درک نمی کنه، قرآن بر قلبش اثر نداره.
اولئک فی ضلال مبین. الله می فرماید اینها در گمراهی آشکار. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. حال دلیل وحی، اعاده دلیل وحی هست. الله نازل فرموده بهترین سخن را، کتابا التنوین للتعظیم، بهترین سخن کتاب عظیمی هست، اما متشابها، شبیه هم، یعنی آیات کتاب مثل هم در چی؟ یشبه بعضه بعضا فی الحسن والحکمه، در زیبایی، در حکمت مثل هم هستند، همدیگر را تصدیق می کنند. این معنای متشابه است. مثانی به معنی تکرار، مطالبش تکراری هم هستند. چرا؟ بعضی مطالب تکرار میشن تا مردم بفهمند، بعضی تکرار میشن تا بار بار تذکر بگیرند. چنانچه قال الضحاک مثانی تردید القول لیفهموا عن ربهم، قول را تکرار کردن و دوباره رد کردن و برگرداندن تا بفهمند. پس تکرار به این منظور هست. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، چنان کلام تأثیر گذاری هست که موهای بدن بلند میشه. اقشعرار بلند شدن موی بدن را میگن، ولی اینجا پوست صریح شده. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، یعنی متأثر میشه پوست کسانی که پوست بدنشون تکان میخوره. به معنی این است، متأثر میشه پوست کسانی که یخشون ربهم، از ربشان میترسند. ثم تلین جلودهم و قلوبهم، بعد از اینکه از خدا بترسند متأثر بشند، تمایل پیدا میکند پوست و قلبشان، یعنی بدنشان، قالب و قلبشان، الى ذکر الله، به سوی یاد حق. لذا ذلك هدی الله، این قرآن است که این تأثیر را دارد، هدایت الهی هست. یهدی به من یشاء، به وسیله این الله هر کسی را که بخواد هدایت میکند. و من یضلل الله فما له من هاد، هر کسی را که الله گمراه کند برای او هیچ هادی، هیچ هدایتگر و راهنمایی نیست. سبحان الله. افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه. دو تا تقابل ما خواندیم، این تقابل سوم است. آیا اون انسانی که خودش را حفاظت میکنه به وسیله چهره اش، یعنی دور میکند هر چیز را از خود دفع میکند به وسیله چهره اش، از عذاب سوء، عذاب خطرناک در روز قیامت. ببینید معمولا در دنیا اینطوره که هر خطری شما را تهدید بکنه، شما به وسیله چی دفعش میکنید؟ به وسیله دست. یه چیزی به طرف چهره شما میاد، دست نگاه میداری. کسی چوبی میزند، شما سعی میکنید چوب به چهره نخورد، به سر نخورد، دست را شما چی میکنید؟ سپر بلا میکنید. آیا اونجا برعکس در قیامت که انسان هر چی را میخواد دفع کنه به وسیله چهره دفع میکند؟ مفسرین نوشتند چون انسان ها اونجا دست و پایشون بسته است، دست های مجرمین پشت سر بسته، وقتی که شعله آتش میاد این به جایی که دست را جلو بذاره چهره را جلو میذاره، چهره را سپر میکنه. به این معنی است افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه، خودش را حفاظت میکنه به وسیله چهره، الله پناه بده از عذاب سوء در روز قیامت. و قیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، به این ظالمین و مشرکین گفته میشه بچشید آنچه که کسب کردید، یعنی این نتیجه عمل کرد خودتون هست. کذب الذین من قبلهم، این تخویف اخروی است. اینهایی که الان تکذیب کردن اولین ها نیستن، قبل از اینها هم تکذیب کردند حق را. فاتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، عذاب پیش آنان آمد از آن جایی که لا یشعرون، درک نمی کردند، متوجه نبودند که
چطور عذاب آمد، از کجا آمد؟ فاذاقهم الله الخزي في الحیاة الدنیا، الله آنها را چشانید رسوایی را در زندگی دنیا. رسوایی چی بود؟ خسف بود، مسخ بود، انواع عذابها بود. ولعذاب الآخرة اکبر، اما این عذاب هیچ چی نیست در مقابل عذاب آخرت. عذاب آخرت بزرگتر است، سنگینتر است. لو کانوا یعلمون، کاش میدانستند. یا اینکه این لو تمنی است، کاش میدانستند، یا شرطی است لو کانوا یعلمون ما فعلوه، اگر میدانستند هرگز این کارها را نمیکردند. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، حال ترغیب بسوی قرآن، اگر راه نجات میخواهی بیا بسوی قرآن. همانا ما بیان کردیم برای مردم در این قرآن هر نوع مضمون، هر موضوعی درش صحبت کردیم. لعلهم یتذکرون، شاید اونها چی؟ پند بگیرند، تذکر بگیرند. قرآنا عربیا، در حالی که این قرآن کتابی هست، قرآنی هست به زبان عربی، غیر ذی عوج، هیچ نوع کجیش توش نیست. لعلهم یتقون، این حکمت انزالش هست شاید اونها بپرهیزند از شرک و کفر. الله عزوجل در پایان رکوع مثالی بیان می‌فرماید. مثال هم مثال جالبی هست. الله می‌فرماید که دو تا غلام هستند. یک غلام یک برده هست که 10 نفر شریکند، چندین نفر شرکا هستند، همه این شرکا با هم درگیرند. اون میگه این غلام بیاد برای من کار بکنه، اون میگه برای من کار بکنه، هر یکی به طرف خودش بکشه. این غلام را برای کدوم یک بخواد خدمت بکنه؟ بعدم هیچ یکی به این رسیدگی نمیکنه، نه کسی غذاش میده، نه کسی لباسش میده، چون که بلا تکلیف هست، درگیری روش هست. یکی این مثال. و مثال دوم، یک برده هست، یک غلام هست مال یک آقا. این برده همون آقای خودش را خدمت میکند، آقا هم به این رسیدگی میکند. آیا این دو تا برده با هم برابرند؟ هرگز برابر نیست. پس اولی مثال مشرک، دومی مثال موحده. مشرکی که برای خودش چندین خدا انتخاب کرده، نمیدونه کدوم را راضی بکنه. مشرکین مکه همین طور بودن، میگن 360 بت که داشتند، در 360 روز هر روز یکی را عبادت میکردند. بعض این طور نوشتند در تمام روزهای سال هر روز یکی را عبادت میکرد. بعض به سفر که میرفتن اون خدایشون فرق میکرد، خدای سفر غیر از اونها بود. الله میفرماید ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا، بیان فرموده الله مثال مردی را که در آن شریکانی هستند، اما شریکان متشاکسون، شرکای درگیر هم. متشاکسون یعنی ناسازگار، درگیر، هر یکی میگه که حق من تلف شده. خب این برده به هیچ یک میرسه و هیچ یک از این شرکا به این برده میرسه؟ خیر، این تلف میشه، ضایع میشه. و رجلا سلما للرجل، و همچنین مثال دوم، اون مردی که سالم است، یعنی در بس در اختیار یک مرد است، فقط برای یکی کار میکند. هل یستویان مثلا، آیا این دوتا مثال با هم برابرند؟ هرگز نه. پس شما دومی باشید، ارباب متفرق نگیرید. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. الحمدلله، ای الحمدلله وحده، جلالین گفته. پس معلوم میشه که الوهیت اختصاص به الله دارد. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه اکثر اینها نمیدانند و میروند غیر خدا را هم میگیرند. انک میت و انهم میتون. این جواب شبهه مشرکین است. مشرکین میگفتند، همدیگر را دلداری میدادند، تسلی میدادند، نگران نباشید، این پیغمبر که چشماش را ببندد از این دنیا بره،
دیگه بعد از اون این نهضت را کسی ادامه نمیده، این خط را کسی ادامه نمیده، دیگه این دین خاموش میشه، چراغش خاموش میشه، فراموش میشه. شما به عبادت خدایانتون میپردازید. الله میفرماید که مگر شما که از این دنیا تشریف ببرید، فوت بکنید، اونها نمیمیرند؟ انک میتون، شما هم میمیرید، شما هم وفات میکنید. و انهم میتون، آنان هم میتون. واو اینجا شاه عبدالقادر گفته به معنی ایضا هست، انک میتون ایضا انهم میتون، همچنین آنها چی هستند؟ میتون هستند. تفسیر مدارک گفته کانوا یتربصون برسول الله موته، منتظر بودن برای رسول الله موتش را. فاخبر ان الموت یعمهم، الله خبر داد، فاخبر موت شامل هر دو میشه، شامل موافقین و مخالفین، شامل رسول الله و دشمنانش. فلا معنی للتربص، پس این انتظار شما یعنی چی؟ بله، و شما که منتظر باش، مگه شما میمانید که شما میخواید دوباره تشکیل بدید دین آبایی و اجدادی را دوباره سازماندهی بکنید؟ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، سپس در روز قیامت در بارگاه ربتان شما با هم دیگه چی میکنید؟ جر و بحث میکنید، با هم دیگه درگیر میشید. صدق الله العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.